خوش اومدید به روز سوم از این چالش 30 روزه. در فایل قبلی بهتون گفتم که قرار امروز یک داستان حقیقی براتون تعریف بکنم، یه داستان کوتاه بسیار اثرگذار که میتونه بهتون انگیزه بده، نکات مختلفی رو یاد بگیرید، آگاهیتون بره بالاتر و چیزهایی رو یاد بگیرید که بهتون انگیزه میده و برای شما مثل یک موتیویتور عمل میکنه و شما رو به جلو هل میده برای اینکه به خواسته هاتون برسید. گاهی اوقات یه داستان واقعی بیشتر از هزاران تکنیک جواب میده بهتون و امروز میخوام یه داستانی رو براتون تعریف بکنم که یه داستان حقیقیه. این داستان رو حتما شما هم شنیدید و این داستان کسی نیست به جز جیم کری، بازیگر معروف. جیم کری ستاره هالیووده که حتما همتون میشناسیدش و قبل از اینکه در واقع به این شهرت برسه میگفتش که من توی ماشینم زندگی میکردم، بی پول بودم و هیچ کس منو جدی نمیگرفته. ولی یه کار عجیبی کرده که همه فکر میکردن که تصادفی بوده، حتی خودش. ولی چیکار کرده؟ میره برای خودش یه چک 10 میلیون دلاری مینویسه و میگه من وقتی که توی اون جاده مالهالند توی کالیفرنیا رانندگی میکردم از محل کارم بخونم، همیشه میرفتم اونجا یه نور چراغ برقی بوده دم یه میدونی چیزی که یه اسپاتلایت خالی بوده دیگه، دیدی نورایی که برای تیر برقاس از بالا یه طوری میفته که اون پایین یه دایره روشن میشه. این اونجا میرفته بازی میکرده که داره در مهمونی اسکار سخنرانی میکنه و یه چیزی میگرفته دستش به عنوان میکروفون و زیر اون اسپاتلایت حرفاشو میزده، تشکر میکرده و چک برای خودش مینویسه به مبلغ 10 میلیون دلار. تاریخ اون چک رو میذاره برای 5 سال بعد و 5 سال اینو میذاره توی جیبش یا کیف پولش، همیشه همراهش بوده و همیشه به این روند ادامه میداده، یعنی میرفته این پروسه رو تمرین میکرده. هر روز هفته میگه من تصور میکردم که من یک بازیگر معروفم و این چک رو دارم دریافت میکنم برای بازیگری در فیلم و 5 سال بعد برای فیلم دامب اند دامر یک چک میگیره به مبلغ 10 میلیون دلار و عنوانش هم برای بازیگری در یک فیلم بوده و این یکی از حقیقی ترین داستان هاییه که درباره قانون جذب وجود داره. در همه جای دنیا همه شنیدن به دلیل اینکه یک آدم معروفی مثل جیم کری داره اینو میگه. من قبل از اینکه وارد این دنیای بازیگری و سلبریتی بودن بشم، من اینو باور کرده بودم که من یک بازیگر معروفم و برای خدمات بازیگری در فیلم این پول رو دریافت کردم. و این مورد در حقیقت چرا قانون جذب واقعی حساب میشه و از اون به عنوان یک مثال حقیقی برای شما نام بردم؟ به دلیل اینکه این فقط فکر مثبتی نبوده که جیم کری نشسته مثبت فکر کنه که این اتفاق براش بیفته، هویت ذهنی خودش رو تغییر داده بوده، با تمام وجودش اون رو احساس کرده بوده. وقتی که اونجا میگه زیر اون نور چراغ برق توی خیابون مثلا یه چیز گوشی رو میگرفتم دستم و وانمود میکردم که دارم مقابل حضار صحبت میکنم برای گرفتن جایزه توی اسکار، واقعا اون حس به هم دست میداد و این حس خوبش تا روزها با هم بود تا دوباره و اینو هر روز تکرار میکرده، یعنی یک لحظه هم غافل نبوده. در حقیقت داشته با تمام سلولای بدنش جوری زندگی میکرده که انگار اوردی همین اتفاق براش افتاده، یک بازیگر 10 میلیون دلار دستمزد گرفته و یک سلبریتی معروفه. تلاش نکرد که فقط یعنی بره تلاش بکنه از صبح تا شب بدوه سگ دو بزنه که بخواد یه بازیگر معروف و ثروتمند بشه. این رو تبدیل کرد به بخشی از ذهنیت خودش، به هویتش و تصمیم گرفت که یک بازیگر درجه 1 باشه که دستمزد عالی میگیره و ذهنش رو روی این آینده دلخواهش قفل کرد، لاک کرد. بعد دیگه وقتی که تو این کار رو انجام بدی، این ذهنیت یعنی ارتعاش تو به حدی بالا رفته که تو آدم‌ها، موقعیت‌ها و شرایط مناسب و هم فرکانس با اون موقعیت رو، با اون فرکانس رو به خودت جذب می‌کنی و اون میشه که قانون جذب برای تو تبدیل میشه به هویت جدید تو
دیگه یه فانتزی نیست، دیگه فقط یه تفکر مثبت نیستش. و این داستان واقعی بود که میخواستم امشب بهتون بگم. اگه جدید به ما پیوستید که ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و اگه تجربه‌ای در زمینه استفاده از قانون جذب یا عبارت‌های تأکیدی یا تجسم دارید، حتما بیایید تو کامنت ها برام بنویسید. یادتون باشه که شما شب اول با همدیگه ما یه قول و قراری گذاشتیم. من برای خودم تنهایی صحبت نمی کنم و من نیاز دارم که ببینم مخاطب من هم داره گوش میده و از اینا استفاده میکنه و براش مفیده. پس حتما بیایید توی کامنت ها مشارکت بکنید و من میخوام تک تک شماهایی که این ویدیو رو میبینید بیایید توی کامنت ها بنویسید که تجربه‌ای که از استفاده از این قوانین داشتید چگونه بوده. و اگه هم عضو همیشگی کانال ما هستید باز هم ازتون تشکر میکنم بابت همراهیتون و ازتون میخوام که حتما این ویدیو رو لایک بکنید و اگه دوست داشتید برای عزیزانتون هم بفرستید. حالا میخوام ازتون بپرسم که شما چی میخواید؟ حاضرید 14 روز حقیقی با اون خواستتون زندگی بکنید؟ نه اینکه فقط یه دقیقه بهش فکر کنید بقیهش بی خیال بشید. جوری زندگی کنید که انگار واقعا اون خواستتون رو دارید. پس طبق قولی که بهم دادید و قرار شد کارهایی که بهتون گفتم رو انجام بدید، بیاید توی کامنت ها بنویسید که اگه قرار باشه فقط یک خواسته رو انتخاب بکنید اون خواستتون چیه و بنویسید که چه کارهایی رو برای رسیدن به اون خواستتون انجام دادید. فردا با یه ویدیوی دیگه برمیگردم، یه تکنیک خیلی خاص ولی بسیار ساده، تکنیک 333 که بهش میگن رمز ارتعاش مکتوب. منتظر من باشید که فردا در خونه هاتون در کنار شما هستم. اگه ویدیو رو لایک نکردین همین الان این کار رو انجام بدین. اینجا در مسیر ساخت یک باور جدید هستیم.